خداوندا جنت و هر قول عملی که به آن نزدیک می‌گذرد به ما بده. برای نسل آینده هوشیار زمین سه خود را گذاریم تا که یک عصر نام مردی هوشیار باشیم. برادرانی اهل هوشیار را به خیر در راه الله دعوت کنید. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. اگر یک کودکی خردکک گوید برای شما یک مبلغی کلان دارم، شما بر اساس توانایی آن طفل فکر میکنید شاید 100 روبل باشد. و اگر یک رئیس بانک گوید من برای شما یک مبلغی کلان دارم، شما البته بنابر مقام آن انتظار می شوید که این مبلغ 1 میلیون روبل باشد. و اگر بر شما یک شاه یا پرزیدنت گوید من برای شما یک مبلغی کلان دارم، شما با در نظر گرفتن قدرت امکان آن شاید به نظر شما 1 میلیارد روبل می رسد. اکنون شما چی فکر می کنید وقتی الله مهربان درباره جنت می گوید برای بنده های صالحم آماده کردم که نه یک چشم دیده است و نه یک گوش شنیده است و قلبی آدمی زاد آن را تصور کرده نمیتواند و بزرگی آن فقط به الله عیان است. اگر انسان فقط یک گوشه جنت را بیند سر از سجده بر نمی دارد. خداوندا جنت و هر قول عملی که به آن نزدیک می‌گذرد به ما بده. برادرانی اهل هوشیار را به خیر در راه الله دعوت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما بود صدای قرآن. برادر مونده نشد انشاءالله خدا خواهد. من الحمدلله امروز در این برادر خدا خواهد در خدمت الهی هستند در این جمعه مبارک باشدم. خدا خواهد انشاءالله بعد انتهای نماز همه انشاءالله خدا خواهد با بکار با به خدمت انشاءالله ساختن انشاءالله آباد کردن مسجد کمر همت بستن. الحمدلله الله سبحانه و تعالی علی از همه ما شما انشاءالله راضی شدگی باشد. خداوند حق سبحانه و تعالی من روز از روز الحمدلله خدا خواهد انشاءالله مسجد ما رنگ دیگر گفته ایستاده است. الحمدلله بیادت شکر خدا خواهد انشاءالله. انا برادرها در اینجا خدمت دارن. الله سبحانه و تعالی اینها راضی شود. شما در دعا باشین انشاءالله خدا خواهد. اون روز بروز رنگ انشاءالله دیگر گفتن میگیرد. همین هفته هممون انشاءالله نیت کردیم خدا خواهد یعنی برداشتن انشاءالله خدا خواهد ماندن فیلترها یه هفته خدا خواهد اگر خداوند کشو قوتیت نه انشاءالله با آخر میرسانیم. خداوند همه برادرانانی که از دور و نزدیک کمک دارن خداوند انشاءالله و درگاهش قبول نماید سایبان آخرت بگرداند. اون خیر احسانایی که میکنین البته خدا سبحانه و تعالی قبول درگاه کند در این دنیا هم در آخرت چه این انشاءالله مکافاتش نه سزاوار بگرداند. عزیزان من همیشه شاد باشید خرم باشین
انشاءالله خیره ایسانو میکنی همش بیکار نیست. البته این الله سبحانه و تعالی خیره ایسانو شما رو ما ندونیم، هم الله خودش میدونه. البته حساب کتاب دارد. دو فرشته که در کسی ما و شما است و فرشته های کرام کاتبین، هر عملی که میکنین خیر و شر همش انشاءالله دستی راستنگی راست، ثواب شه دستی چپنگی گناه شه نیستم راحت. انشاءالله خدا خواهد میکنه که ثواب زیاد شود و گناه ها را خدا انشاءالله محو کند و در این دنیا و در اون دنیا هم آخرانه که برای ما خدا خواهد یاردم رسند این مسجد خداوند راضی شود، سزاواری دو دنیا و این دنیا و آخرت انشاءالله سزاوار بگردوند. تا صحبت دیگر در حفظ و پناه الله مهربان باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.